سلام بیننده ارجمند، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنج شنبه هفتم مارس است. من عبدالله اشرف هستم، میزبان شما. حالا همراه با شما مرور میکنیم به سرخطی موضوعهای روز. داد از دست خوبخانه، مهاجران تاجیک از یک فرمه خوک پروری ولایت پسکو روسیه با دلی رنجیده و جیبی خالی برگشتند. وانمشتیم همه کار را میکردیم. مردای خوگو را بار میکردیم. تراکتور می اومد. استحصال مشترک یراق و اسلحه، پارلمان تاجیکستان با تصویب سازشنامه برای همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه تولید سلاح زمینه گذاشت. سخاوت مرز ندارد. بی سیرنبی از پسنداز نفقه‌اش برای همدهگان کوپروک ساخت. همین خدا میگم که پروردگار کمک فقط کنه هر یک نون بند من میخری و تمام خلق بتون بخری. برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. گرگ‌ها در دهه مدنخوار جماعت پارشنوی ناحیه شغنان یک مادر و دختر را کشتند. حادثه صبح هفتم مارس رخ داده است. از قربانیان حادثه امل بیگم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مستی بیگم دوندوی 55 ساله نام برده می شود. امیده یوسفova سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داده است که مادر و دختر برای ضرورت صبح بر وقت بروی حولی برآمده بودند. مسئولان جماعت پارشنو هم گفتند گرگ‌ها صبح بر وقت به حولی فوتیدگان حمله کرده شکم مادر و دختر را پاره کردند. نزدیکان هلاک شده ها میگویند در چند سال اخیر این بار اول است که گرگ ها به ساکنان محله این دهه حمله میکنند. پروینه یک همسایه امل بیگم تشریف بیکوه در صحبت به رادیو آزادی گفت گرگ ها از گلوی مادر داشته او را در همانجا کشتند. در گذشته نیز در ولایت مختار بدخشان در پی حمله حیوانات وحشی برخی ها جان خود را از دست داده بودند. از جمله در ماه فوریه سال 2013 هم ساکنی 81 ساله دهه بجوی ناحیه روشان نبات بیگم خدای داده و از حمله گرگان زخم برداشته در جای حادثه هلاک شده بود. گروه از مهاجران تاجیک از ولایت پسکو روسیه به رادیو آزادی عرض کردند که مقامات آنها را با وعده کار خوب به اینجا آوردند، ولی آنها در نهایت اسیر و گروگان یک خوکخانه این استان دور افتاده روسیه شدند. خبرنگاری رادیو آزادی موضوع را تحقیق کرده با بعضی از مهاجران هم صحبت شد که با دل شکسته و جیبی خالی به وطن برگشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی. بگیجان اسماعیلوف یک هفته قبل مجبور شد از روسیه به تاجیکستان برگشته دوباره مسافر کشانی کند. 3 ماه پیش با کمک مرکز دوشنبگی مشورتی کارتامینکنی در شهر سنت پترزبورگ روسیه و شهر ولیکی لوکی ولایت پسکو رفت و در یک فرمه خوک پروری و کار آغاز کرد. بردن پاسپورت ها را گرفتن، لباس ها را گرفتن، کراسوفکی. اما گفتم خیلی برای چی میگیری شما پاسپورت؟ ما کورکنی اومدیم خیلی. یگون با فیلم توریم یگون پرستون نیستیم و خیلی گپای. گفتن که جام خیلی قانون هم خیلی قاعده است. ما فهمیدیم که جای یگون گپا ساده دل دور رفت. بگیجان میگوید در آن فرمه پرورش خوک شرایط کار خیلی سنگین بود و حتی حقی از حدود فرمه بیرون برآمدن را نداشتند. ما در فرمه را وانمشتیم همه کار را میکردیم. مردای خوگو را بار میکردیم. تراکتور می اومد. همه چی کاری میگفتن میکردیم. بعد از 3 ماهی کار در آن فرمه خوک پروری در روسیه بگیجان کاری سنگین و شرایط بد را تحمل نکرد. اول پسرش و بعد 3 ماه مجبور شد خودش ترک کار در روسیه کند. ما را 13,000 پول بلیط دادن. گفتن باقی مانده شه ماه مرده روی میکنیم. اینا امروز 8 مرده. ششم خیلی گفتن 3 چهارم روی میکنیم. اینا که ششم هفتم اومد نه تلفن های نه گپای نه خبر. بگیجان میگوید اگر قبل از رفتن در دوشنبه ما را از چنین شرایط کار در فرمه خوک پروری آگاه میکردند و هیچ وجه آنها راضی نمیشدند که به آنجا به کار روند. اما این ادعاهای بگیجان در مورد شرایط بود و باش و کار در فرمه خوک پروری در روسیه را مسئولان مرکز مشورتی کارتامینکنی در سنت پترزبورگ و جمعیت ذخیره‌های نیروی کاری شهر سنت پترزبورگ رد میکنند. اویدی موش بود و باش شرایط کاری که
عرض کردند و نوروزگی ایثار نمودند. همشون طریق اسکایپ آگاه شده بودند و ما میتوانیم مرحمت اینجا جای یگان روی پوش نیست، میتوانیم اون نوار اسکایپ رو به شما پیشنهاد نماییم. کاردهندگان در روسیه میگویند ما راهگیرا را تا روسیه و مکانی کار، تهیه سندهای ضروری، جای خواب و 3 وقت غذای رایگان را به مهاجران کاری از قبل پرداخت میکنیم. مهاجر کاری وظیفه‌دار است که در 2 ماه اول کاری خراجات کاردهنده را پرداخت کند. Никогда никаких паспортов мы ни у кого не забираем. И все об этом прекрасно знают. Личные документы иностранного гражданина находятся всегда при нем. کاردهنده روس میگوید بقیه معاش هر نفری که در آن فرمای خوکپروری در روسیه کار کرده و در نیمه ماه از کار دست کشیده است، پس از 18 هر ماه به آن نفر رسانده می شود. به قول آنها اگر چنین نمی بود شماره خواهشمندان کار از شمار مهاجران کاری افزایش نمی یافت. اما شرایطی فهماندن در اونجا خشتبارا کار کرده ایستادن، خیلی شرایطش ناز گفتن نصیب باشد بلیت میگیریم میریم. در گذشته صدها مهاجر از شرایط بدی کاری و نپرداختن حق کارشان در روسیه شکایت داشتند. اکثر آنها از طریق کاردهندگان غیر رسمی با کار تامین شده بودند. سال گذشته از طریق مرکز مشورتی کار تامین کنی در سنت پترزبورگ حدود 300 نفر مهاجران کاری تاجیک در روسیه اساساً در قلمرو شهر سنت پترزبورگ به کار تامین شده است. حالا در آغاز موسم مهاجرت کاری حدود 80 نفر مهاجران را این مرکز در روسیه صاحب جای کار کرده است. پارلمان تاجیکستان در اجلاس اخیر سازشنامه را به تصویب رساند که برای استحصال مشترک یراق و اسلحه میان تاجیکستان و ازبکستان راه را هموار کرد. سازشنامه همکاری ها در بخش حربی و تکنیکی اینچنین تولید سلاح و مهمات نظامی را در نظر میگیرد. این نخستین سازشنامه همکاری های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه های دو کشور امضا شده است. برقراری مناسبت های دو کشور بعد ریاست 25 ساله اسلام کریموف و به مقام رسیدن شوکت میرزیویف در ازبکستان امکان پذیر شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم. پارلمان تاجیکستان روز 6 مارس سازشنامه را به تصویب رساند که امکان می‌دهد تاجیکستان و ازبکستان همدیگر را با مهمات جنگی تامین نمایند. سازشنامه اینچنین تولید سلاح و مهمات نظامی مشترک را نیز در نظر می‌گیرد. سازشنامه ذکر کرده اینچنین اجرای کارها را دایر به تعمیر از همسازی اسلحه و تکنیک حربی به طور مشترک استحصال کار کرد، نابود کردن محصولات تعیین کرده، گذراندن کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربه‌ای و کنترلی را با مقصد مکمل‌گردانی اسلحه و تکنیک حربی در بر می‌گیرد. این نخستین سازشنامه همکاری‌های بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در بخش نظامی است که بعد پوره برقرار شدن رابطه‌های دو کشور در 1 سال پیش امضا شده است. تا کجا تاجیکستان و ازبکستان واقعاً هم تأسیس کارخانه مشترک استحصال سلاح و مهمات جنگی را در آینده نزدیک در نظر گرفتند معلوم نیست. در وزارت دفاع بر رادیوی آزادی گفتند که بر راه ماندن استحصال جزئیات سلاح‌ها از پیشنهادات پیشین است. این موضوع قرار است در جریان سفر قریب الوقوع وزیر دفاع تاجیکستان به ازبکستان هم بررسی شود. مسئولان همکاری‌های نزدیک دو همسایه کشور را در مقابل تهدیدهای امنیتی مهم می‌دانند. تطبیق سازشنامه نامبرده به منطقه تحقیق اقتدار مدافعه قوای مسلح کشور ارزیابی گردد. عملی‌گردانی آن در دایره مبلغ‌های با این مقصد شده بودجه دولتی برآورده می‌شود. با گفته کارشناسان نظامی، خریداری یک زیره‌پوش برای تاجیکستان مبلغ بزرگی را تقاضا می‌کند. از تولیدات مشترک هم تاجیکستان و هم ازبکستان فایده خواهند دید. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحاد شوروی از اسلحه و مهمات جنگی چیزی به میراث نگرفت. مقامات میگویند تاجیکستان 26 سال پیش نیروهای حربی و تکنیکی مدافعوی خود را از صفر شروع کرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگ آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم در صحیفه azadi.org نشر شده است. اگر دوست دارید تاریخ هستید پس این ویدیوها را تماشا کنید، بی بهره نخواهید ماند. سایرانبی میرزایوا، زنی بازنشسته، از پول پسنداز نفقه خود برای همدیارانش در دهه راه نوی ناحیه جلال‌الدین بلخی یک کوپروک ساخته به استفاده داد. میرزایوا نفقه‌اش را برای سفر حج پسنداز میکرد، اما چون وضع سلامتیش برای اجرای این کار سازگار نیست، تصمیم گرفت این مبلغ‌های جمع کرده‌اش را برای کار خیر، ساختمان یک کوپروک در دهه‌اش مصرف کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم آرزوی کریم و رستمی جانی. بیبی سایرانبی گاها از بستر بیماری خسته به خیال روزهای پیشین به سر تنور می آید. حواس نون بندی را بگو اول تو باخیر دارو. همه خدا میگم که پروردگار پاهم صحت کنه، هر یک نون بند من میخری و تمام خلق بتون بخره. سخاوتمندی و دست کشاد این زنی 81 ساله در دهه راه نوی ختلان معلوم است. مورچه روی زمین ای دست نون خورده است، مورچه روی زمین ای نون خورده است، در روی کورپاچان 6 است، 100,000 بور شگر دولت من دارم، هیچ که میگم گو ندارم. سایرانبی میرزایوا با کمک نزدیکان با تنفس 1 یا 2 روز برای نظارت کار این کوپروک سازان می آید. آن را با پول نفقه او می سازند. نفقه خودش را جمع کرده برای نزدیک کردن رای خوانندگان به مکتب دهه که در این طرف قفا جایگیر است، به همون خاطر ساخته شده است. سایرانبی میرزایوا چندین سالها نفقه خود را به خاطر سفر حج جمع کرد، اما بعد خروج درد پای فهمید این فرض دینی را اجرا کردن نمی تواند. یک سحر خیز که گفت بچم گفت من همی پلا در همی دهه همو کوپروک اوهانای شکستگی های چیشتگی همو را پدر روز کردگی بود پیشتر، همو را من پول من در همونجا صرف کنین همو کوپروک روز که من حج رفتن نمیتونم. با 6,000 سامانی جمع کرده بیبی سایرانبی در دهه یک پول ماشین گذر و یک آدم گذر ساختند. رای ماشین های دهه رو زیاده از 2 کیلومتر نزدیک کرده است. این زنی با اعتقاد کارهای خیریه را از واجبات دینی می داند. تا ساختن کوپروک او چند مراتبه برای مردم گاو کشته گوشتش را رایگان تقسیم کرده است. یکم به همین کار خداوند کریم آورد، در پیش روم آورد، ای گفتم بیا همین کار را بکنیم، عجب کار خوبی. بیبی سایرانبی می گوید 21 طفل به دنیا آورده است و از آنها فقط 4 پسر و 5 دختر زنده ماندند. حالا نبیره و ابیره های زیاد دارد. او به این نظر است که خیرات به تقدیر آدم تأثیر دارد و بیشتر نزدیکان و خود او را خوشبخت می گرداند. او الان در قشلوق شیشتگی نمیفهمی که ما کوپروک طرف گذشته نمیتونن. خیلی کمبودی ده، کمبودی میشه، نه که من کامیرا که نیت کردم اخیر به ثبوت رسوندم خود. برای او وظیفه های دینی و مسئولیت انسانی معنی مشترک دارند. دستارخونم دائم خدا تنک باشه، چون یکم پی جای باشه دیگم پی اوقات آن میتاری مقصد دارم. تفتیش قضیه هویدا طلازاده، کودک 5 ساله تاجیکی در روسیه تجاوز و کشته شد، به انجام رسیده است. الکساندر سیامین، گمانبری اصلی در قتل هویدا، تا 2 هفته دیگر در دادگاه پاسخ خواهد گفت. عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا، روز 7 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش قضیه هویدا به انجام رسیده، پرونده به دادگاه ارسال شده است. پدر هویدا گفت امروز 7 مارس دادگاه یکی از ناظران ملیسا در رابطه با قضیه دخترش برگزار خواهد شد. در عموم به گفته پدر هویدا 2 ناظر منطقوی در رابطه با قتل هویدا به جوابگری کشیده شدند. هویدا طلازاده، ساکن شهر کلاب، روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌اشان از میدانچه بازی در شهر سرپوخووا ناپدید شد و جسد او را 1 روز بعد در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. این خبر آخری برنامه امروز بود و تا برنامه‌های بعدی خدا حافظی هر یکی شما باشد.